فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما عزیزان بودم، مباحثی رو درباره کتاب العقیدة الطحاویه و جایگاهی که این کتاب در میان اهل سنت و الجماعت دارد و همچنین درباره بیوگرافی نویسنده و مؤلف این کتاب و پس از آن مختصری درباره شارح این کتاب خدمت شما عزیزان بیان کردم و عرض کردم خدمت شما بزرگواران که کتاب العقیدة الطحاویه یک کتاب معتبر و مستند و قابل قبول تمام اهل سنت و جماعت هست و به عنوان یکی از متون قدیمی یا به عبارت دیگر قدیمی ترین متن اعتقادی هست که نوشته شده و اهل سنت و جماعت به آن معتقد هستند. و خود حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در ابتدای کتابشون اونجا تصریح میکنند که این کتاب را که من نوشتم بر مبنای عقیده اهل سنت و الجماعت هست. این کتاب هذا ذکر بیان عقیدت اهل سنت و الجماعه، این کتاب در مورد بیان عقیده اهل سنت و الجماعت هست. پس بنابراین قبل از این لازم هست که ما این واژه و اصطلاح اهل سنت و الجماعت را بشناسیم
و بدانیم که اهل سنت و الجماعت در واقع به چه معنا هست. منظور از سنت که در این اصطلاح ذکر شده که اهل سنت و الجماعت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و در تعریف سنت گفتند ما اثر عن النبی صلی الله علیه و سلم من قول او فعل او وصف او تقریر، هر چیزی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده، اعم از گفتار رسول الله، کردار رسول الله، ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم، ویژگی های جسمانیش یا ویژگی های اخلاقیش، یا تمامی مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تأیید کرده اونها را، عملا سکوت کرده در انجام آن، تمام اینها به عنوان سنت برای ما مطرح هست، سنت هست. و همه ما مسلمانان به عنوان مسلمان و به عنوان پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم موظف هستیم و مأمور هستیم که بر تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. هیچ مسلمانی مجاز نیست که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را رها بکند و به سنت انسانهای دیگر روی بیاورد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبین قرآن هست و قرآن و سنت دو اصل اساسی ما هستند، هم در بعد اعتقاد و هم در بعد عمل و تشریع، یعنی هم در باب عقیده و هم در باب عمل. قرآن و سنت دو اصل اساسی اهل سنت و الجماعت هستند. یعنی مستند اول ما، دلیل اول ما قرآن هست و بعد از قرآن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و وقتی که ما میگوییم که اهل سنت و الجماعت، یعنی ما هم پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و هم با جماعت مسلمانان همراه هستیم. و منظور ما از جماعت در این اصطلاح اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین هستند. و امکان ندارد که انسانی اهل سنت باشد و اهل جماعت نباشد، یا اینکه اهل جماعت باشد و اهل سنت نباشد. این دو تا جمله سنت و جماعت وقتی که ما میگیم اهل سنت و الجماعت لازم و ملزوم یک دیگر هستند. یعنی این که ما هم پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و هم تابع جمع اصحاب هستیم، شاذ نیستیم، تافته جدا بافته از جسم و بدن امت اسلامی نیستیم. اهل سنت و الجماعت هستیم، پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، در کنار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین بزرگوار ایشان. پس بنابراین اهل سنت و الجماعت یعنی پیرو رسول خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این اصطلاح در واقع گرفته شده از حدیثی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آن فرمودند افترقت الیهود و النصارى علی 71 او 72 فرقه. یهود و نصارا به 71 یا 72 فرقه تقسیم شدند، کلها فی النار، که همه اونها جهنمی هستند. و ستفترق امتی علی 73 فرقه، و امت من به 73 فرقه تقسیم خواهد شد، کلها فی النار، که همه آنها جهنمی هستند، الا واحده و هی الجماعه، بجز یک گروه و یک جماعت و یک فرقه که همون جماعت مسلمانان هست، یعنی جماعت اکبر مسلمانان که اهل سنت و جماعت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در روایت دیگر هست که من کان علی مثل ما انا علیه و اصحابی. این روایت یک مقدار گویاتر هست از روایت قبلی که این روایت در
کتاب سنن ترمذی هست، میفرماید من کان علی مثل ما انا علیه و اصحابی، هر کسی که بر این وضعیت کنونی من و وضعیت اصحاب من باشد اون فرقه ناجیه هست، اون فرقه هست که در واقع رستگار خواهد شد. پس بنابراین ما اهل سنت و الجماعت منبع اول من قرآن هست، بعد از آن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در کنار اصحاب رسول الله و فهم صحابه و فهم بزرگان دین، یعنی صحابه و ائمه دین و ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام که عبارتند از صحابه و تابعین. این معنی اهل سنت و جماعت هست و در روایت دیگر هست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم تأکید فرمودند و ما رو تشویق کردند و امر فرمودند که علیکم بسنتی، شما به سنت من چنگ بزنید، عامل بر سنت من باشید. پس بنابراین وقتی که ما میگوییم که ما اهل سنت و الجماعت هستیم، یعنی این که پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم و با جماعت مسلمانان یعنی صحابه و تابعین هستیم و با افکار انحرافی که بعد از صحابه به وجود آمده، گرایش های منفی که بعد از صحابه به وجود آمده، تفکرات و جریانهای که زاویه گرفتند از راه رسول الله و راه صحابه، اهل سنت و الجماعت از تمامی این تفکرات و تمامی این گرایش ها در واقع بیزار هستند و این هست معنی اهل سنت و الجماعت. پس بنابراین اهل سنت و الجماعت یک اصطلاحی هست که شامل تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت می شود. وقتی که امام طحاوی در ابتدای کتاب می‌فرمایند که این عقیده‌ای که من بیان می‌کنم عقیده اهل سنت و الجماعت هست، یعنی این که این عقیده تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت هست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ما دستور داده که از سنت رسول الله پیروی بکنیم و همراه با جماعت مسلمانان باشیم. چرا ما میگیم جماعت مسلمانان؟ یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تأکید فرمودند و بیان کردند که خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین انسانها، وارسته ترین انسانها، پاکترین انسانها انسانهای قرن من هستند، یعنی مسلمانانی که معاصر هستند با من و در این قرن من زندگی میکنم. بعد از آن کسانی که بعد از اینها بیایند و بعد نسل بعد، یعنی تا 3 نسل رسول خدا صلی الله علیه وسلم اعلام فرمودند که اینها بهترین انسان هستند. زمان رسول الله، زمان تابعین و زمان تبع تابعین، این 3 نسل را و 3 قرن را رسول خدا صلی الله علیه وسلم در واقع بهترین قرون و بهترین انسانها معرفی کردند. از اینجا هست که ما خودمان را اهل سنت و جماعت در واقع می نامیم و این تسمیه یک تسمیه واقعی هست. اهل سنت و الجماعت از همان ابتدا پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، یعنی مرجع آنها در مسائل فکری و مسائل اعتقادی و همچنین مسائل شرعی قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده و این گونه نیست که هر کسی از ما امروزه قرآن را باز بکنند و اگر برداشت غلط و اشتباهی رو از قرآن داشته باشد این رو معیار قرار بدهد و این را برای خود اعتقادی قرار بدهد. خیر، بلکه قرآن و سنت با فهم سلف صالح، با صحابه رسول الله، با فهم تابعین و تبع تابعین، بین خاطر است که در این کتاب و در کتاب‌های دیگر اعتقادی اهل سنت و الجماعت ما می‌بینیم که در هر جایی که مسئله اعتقادی ذکر می‌شوند اهل سنت داب و روششون این هست که ابتدا از آیه قرآن استدلال می‌کنند در کنار عقیدهشان، یعنی در جایی که یک متن اعتقادی، یک باور اسلامی ذکر می‌شود بعد از اون آیه قرآن رو می‌آورند و بعد از اون احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ذکر می‌کنند و در آخر اقوال ائمه رو اهم از صحابه و تابعین و تبع تابعین رو در واقع ذکر می‌کنند. پس بنابراین با این تعریف ما میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که
یک اهل سنت واقعی در واقع اون کسی هست که در مرحله اول قائل به توحید خداوند متعال باشد، چون که بحث ما بحث توحید هست و در بحث عقیده هست و در باب عقیده یکی از مهمترین و شریفترین بحث‌هایی که هست بحث توحید باری تعالی هست. اهل سنت و الجماعت در مرحله اول کسی هست که در توحید خداوند متعال پیرو قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، یعنی عقیده اش و باورهایش مستند به قرآن و در مرحله دوم مستند به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند علیکم بسنتی و قرآن کریم قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را تشویق کردند، ترغیب کردند به این که ما آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم را و سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بگیریم، بر آن عمل بکنیم. و دومین نقطه اتباع سبیل مؤمنین هست، یعنی این که اهل سنت و الجماعت با اجماع صحابه همراه است. هر مسئله‌ای که اصحاب رسول الله و بعد از آن تابعین بر آن اتفاق کردند و مورد اطمینان و اتفاق همه هست، ما بالاتفاق اون نظریه رو قبول داریم و پیرو اون هستیم. این دومین یا سومین ویژگی هست. و بعد از آن این که اهل سنت و الجماعت وقتی که بخوایم اونها را متمایز بکنیم از دیگران، این که اهل سنت و الجماعت هیچ غل و غشی را درباره سابقین اولین، درباره مسلمانان صدر اول اسلام در دل خودشان جای نمیدهند و در واقع کینه هیچ مسلمانی را از صدر اول اسلام و هیچ صحابی را و هیچ تابعی را در دل خودشان در واقع ندارند. و بعد از این یکی دیگر از ویژگی های اهل سنت و الجماعت این هست که محب، در کنار این که محب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، محب در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اهم از ازواج و نسل و ذریه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستند. و در کنار این یکی از ویژگی هایی که اهل سنت و الجماعت را از خوارج متمایز می کند این است که اهل سنت و الجماعت هیچ مسلمانی را به خاطر گناهی که انجام داده در واقع کافر نمی دانند و بلکه با انجام دادن گناه معتقدند که با انجام دادن گناه هیچ انسان مسلمانی کافر نمی شود. و ویژگی های دیگری اهل سنت و الجماعت دارند که با ذکر هر ویژگی در واقع اهل سنت و الجماعت از یکی از فرقه های باطل و گمراه و فرقه های انحرافی که در طول تاریخ اسلام به وجود آمده متمایز می شود. ما در میان و در لابلای شرح این کتاب به برخی از این ویژگی ها انشاءالله اشاره خواهیم کرد. یک استراحت کوتاه میکنیم و با یک دیدن و مشاهده یک میان برنامه بازم در خدمت شما خواهم بود. من ذا يداني فضله وعلاه، هذا الذي أحيا الأنام هداه. هذا الرسول المصطفى لي أسوة، أحببت ربي فاتبعت خطاه. هو قدوتي في عزتي وتعففي، وإذا استحيت فمن منار حياه. هو قدوتي في خشيتي وتمثلي، أمرا لرب الكون جل علاه. هو قدوتي إذ ما نهضت بواجبي، ولقيت بالإقدام ما أخشاه.
حب وحسن تعامل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خریدار و فروشنده تا وقتی از همدیگر جدا نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند. اگر در معامله خود صادق بودند و همه چیز را بیان کردند معامله آنها مبارک خواهد بود و اگر پنهان کاری کردند و دروغ گفتند برکت از میان معامله آنها خواهد رفت. لا يمن عطاء. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدمت شما عرض کردم که اهل سنت و الجماعت پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراه و همگام با جماعت اصحاب و تابعین و تبع تابعین هستند. یکی از ویژگی های بارز عقیده اهل سنت و الجماعت که اهل سنت و الجماعت را از بسیاری از فرقه های دیگر و جریان های انحرافی و منفی متمایز می کند و به عنوان یک خصوصیت و شناسه اهل سنت و الجماعت مطرح است این است که اهل سنت و الجماعت اعتقادشان اعتقاد میانه و معتدلی هست. اگر شما واقعا در میان تمامی فرقه هایی که در جهان اسلام مطرح هستند موجودند در لابلای کتابها عقاید و افکار اونها را میخوانیم که چنین فرقه‌ای وجود داشته در طول تاریخ یا اینکه وجود دارند افکار و باورهای امروزه وجود دارند. اگر تمامی این افکار و باورها را یکجا بیایید بررسی بکنید میبینیم که عقیده اهل سنت و الجماعت در میان تمامی این فرقه های متفاوت و مختلف و متباین یک در میانه قرار دارد و معتدلتر از تمام این فرقه ها هست و این در واقع یک از خصوصیت های کلی دین مبین اسلام هست که خداوند متعال می‌فرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا. خداوند متعال خطاب به این ملت و به عموم مسلمانان خطاب می‌کند و می‌فرماید ما شما را ملتی و دینی و امتی میانه و معتدل قرار دادیم. یعنی نه اینکه جانب افراط را بگیرید نه جانب تفریط را. و وقتی که در میان فرقه های اسلامی و مذاهب اسلامی و افکار اسلامی وقتی که بررسی بکنیم میبینیم که اهل سنت و الجماعت در میان مذاهب اسلامی مذاهبی که خودشان را به اسلام نسبت میدهند این ویژگی بارز مسلمانان در وجود اهل سنت و الجماعت تبلور پیدا میکند و بقیه فرقه ها از این در واقع محروم هستند. من به طور مثال در چند زمینه و در چند بعد این وسط بودن اهل سنت و الجماعت را معتدل بودن و میانه بودن اهل سنت و الجماعت را برای شما بیان می کنند. در باب اسماء و صفات خداوند متعال که خداوند متعال چه صفاتی را دارند و چه نامه‌هایی را دارند اهل سنت و الجماعت در اینجا یک قاعده و یک مبنای کلی دارند و میگویند که هر اسمی یا صفتی را که خداوند متعال در قرآن برای خودش بیان کرده هر نامی و هر صفت و ویژگی را که خداوند متعال در قرآن برای خودش بیان کرده این یک یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم در احادیث خودش برای خداوند متعال بیان کرده اهل سنت و الجماعت به اون ایمان دارند بدون از این که اون را تعطیل بکنند یعنی نفیش بکنند بگویند که خدا این صفت را ندارد ردش بکنند یا این که تکییفش بکنند برای نام و صفت خداوند متعال کیفیتی را بیان بکنند یا این که تمثیل بکنند یعنی این که صفات خدا را به انسان تمثیل بکنند یا این که صفات انسان را به خداوند متعال تمثیل بکنند یک مثلی را نمونه ای را برای خداوند متعال قائل باشند یا این که تشبیه بکنند
خداوند متعال را به یکی از مخلوقات یعنی صفات خدا را با صفات مخلوقات مقایسه بکنند یا اینکه تحریف بکنند. بدون از این موارد اهل سنت و الجماعت به تمامی اسماء و صفات خداوند متعال بر اساس قواعد زبان عربی معتقد هستند و همه را باور دارند. این عقیده اهل سنت و الجماعت است در باب صفات خداوند متعال. اما در واقع وقتی که میاییم گروه‌هایی رو که در تاریخ اسلام وجود داشتن بررسی میکنیم، میبینیم که بسیاری از این گروه‌ها دچار افراط یا تفریط شدن در این زمینه. به طور مثال مثلا معطله را یا جهمیه را که در واقع معتزله سخنگوی این افراد بودند و در واقع یکی از گروه‌هایی بود که این عقاید رو تبلیغ می‌کردند، صفات خداوند متعال رو نفی کردند. حتی صفاتی رو که خداوند متعال در قرآن برای خودش بیان کرده، این صفات رو از خداوند متعال نفی می‌کنند. صفاتی مانند این که خداوند متعال مثلا در قرآن آمده که دست دارد که ما در لابلای این کتاب و در لابلای بحث‌های کتاب به اون می‌پردازیم. مثلا خداوند متعال خشم میگیرد، خداوند متعال راضی میشود. این صفات رو خداوند متعال در قرآن برای خودش بیان کرده. معتزله، معطله و جهمیه اومدن این صفات رو از خداوند متعال نفی کردن که خداوند متعال چنین صفتی رو ندارد. در واقع تکذیب صریح و مستقیم خداوند متعال هست. این در یک جنبه. و جنبه دیگری میبینیم که گروهی آمدند به عنوان مشبهه خداوند متعال را تشبیه کردند. یعنی این که خداوند متعال را، صفات خداوند متعال را به صفات انسانها تشبیه کردند که معروف هستند به مجسمه. یکی از گروه های اینها معروف است به هشامیه که پیروان هشام ابن سالم جوالیقی بودند و افراد دیگری که در این زمینه این اعتقاد را داشتند. در یک گروه از یک طرف ما داریم معطله را، جهمیه را داریم، معتزله را داریم، در طرف دیگر ما مشبهه را داریم که صفات خداوند متعال را تشبیه می‌کنند به صفات انسانها. اهل سنت و الجماعت از هر دو تا گروه بیزار هستند. نه معطله هستند، نه صفات را نفی می‌کنند و نه صفات را تشبیه می‌کنند، زیرا که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هم نفی می‌کند خداوند متعال، هم اثبات می‌کند. می‌فرماید مانند خدا کسی نیست. لیس کمثله شیء، مانند خدا هیچ چیز نیست. و بعد از این اثبات می‌کند و هو السمیع البصیر، و خداوند متعال سمیع و بصیر هست. ما می‌دانیم که انسان هم سمیع هست، ما شنوا هستیم، بینا هستیم، در صورتی که خداوند متعال در ابتدای آیه می‌فرماید که لیس کمثله شیء، مانند خدا کسی نیست، هیچ چیزی مانند خدا نیست. و بعد از این می‌فرماید که خداوند متعال سمیع هست، بصیر هست، با وجود این که انسان و بسیاری دیگر از حیوانات و مخلوقات خداوند متعال سمیع و بصیر هستند. از این قاعده اهل سنت و الجماعت میگویند به همون گونه که خداوند متعال گفته لیس کمثله شیء، مثل خدا هیچ چیز نیست، اهل سنت و الجماعت تشبیه رو رد میکنند، زیرا که مانند خدا چیزی نیست. اما خداوند متعال اثبات کرده، گفته که من سمیع هستم و من بصیر هستم. به خاطر این نفی صفات رو هم رفع میکنند، دفع میکنند و قائل به اثبات صفات هستند. پس بنابراین در این زمینه اهل سنت و الجماعت در میان معطله و جهمیه و در میان مشبهه میانه و معتدل هستند و در واقع امت وسط و معتدل هستند. یا درباره ایمان، مثلا درباره ایمان یک نظریه هست که معروف است در میان علم کلام و در میان فرقه هایی که بودند به عنوان مرجئه. اون اعتقادشون این بود که لا یضر مع الایمان معصیه، همراه با ایمان هیچ معصیتی دیگه برای انسان ضرری ندارد. یعنی این که اگر انسان قلباً معتقد بود به خداوند متعال، چون این شخصی مؤمن کامل الایمانی هست، هیچ نقصی در اون نیست. معروف هستند به مرجئه، یعنی اعمال را جز ایمان نمیدانند. و در طرف دیگر اینها وعیدیه هستند یا به تعبیر دیگر خوارج هستند. خوارج میگویند که هر کسی که یکی از اعمال اسلامی رو ترک بکند کافر هست. از یک طرف مرجئه میگویند انسان مسلمان و مؤمن هست ولی این که اعمال را ترک بکند هیچ نقصی و خدشه‌ای در ایمانش وارد نمی شود. از یک طرف دیگر خوارج میگن که نه، هر کسی که
کوچکترین گناهی رو، یعنی گناه کبیری رو انجام بدهد، اون در واقع کافر هست. این دو طرف قضیه هست، افراط و تفرید. اهل سنت و الجماعت در این زمینه میانه هستند و اعتقادشون این هست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم همین نکات رو بیان کردند و مستند به احادیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم اهل سنت و الجماعت ایمانشون در میان خوف و رجا هست. در میان خوف و رجا، یعنی هم امیدوار رحمت خداوند متعال هستند و هم از خداوند متعال بیم دارند. میگویند که با انجام دادن گناه انسان از دایره اسلام خارج نمی شود و در تعریف ایمان هم میگویند که ایمان در واقع مجموعی از گفتار انسان و باورهای قلبی و عمل ظاهری انسان هست. یعنی ایمان را یک مجموعی میدانند و عمل جزو ایمان هست. یعنی در میان مرجئه و در میان خوارج اهل سنت و الجماعت در واقع در وسط هستند. ما میبینیم که در مورد این در واقع نشأت گرفته از دو گونه از احادیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست. مثلا در یک حدیثی هست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك دخل الجنه. هر مسلمانی که بگوید لا اله الا الله، هر انسانی که بگوید لا اله الا الله و با این از دنیا برود، به بهشت می رود. و در جنبه دیگر احادیثی هست که مثلا ما می بینیم که آمده که سباب المسلمی فسوق و قتاله کفر، دشنام دادن یک مسلمان فسق هست و جنگیدن با مسلمان کفر هست. از این دو نوع احادیث مرجعه گفتن هر کسی بگوید لا اله الا الله مستقیم می رود به بهشت. یعنی تنها احادیثی رو در مد نظرشون قرار دادند که در اونها وعده هست، در اونها بشارت هست. هر کسی که بگوید لا اله الا الله بهشتی هست، صرف نظر از این که گناهی انجام داده یا گناهی انجام نداده. در جنبه دیگر وعیدیه و خوارج اومدن اون احادیث دیگر را گرفتن، گفتن هر کسی که گناهی را انجام بدهد در واقع کافر هست و از دایره اسلام خارج هست. اهل سنت و الجماعت در میان این دو تا گروه هستند و معتدل هستند در این زمینه. یا این که درباره تقدیر که خداوند متعال برای ما مقدر کرده است، یک گروهی داریم در تاریخ اسلام و در تفکر که کلامی که به عنوان جبریه اعتقاد دارند و اعتقادشون این است که انسان مجبور محض هست. وقتی که خداوند متعال برای من جهنم را یا بهشت را مقدر کرده، یعنی این که من مجبور هستم که همون گونه که خداوند مقدر کرده من انجام بدم. خدا برای من مقدر کرده که نماز بخوانم، روزه بگیرم، فلان و فلان عبادت رو انجام بدم و نهایتا برم به بهشت. پس بنابراین من مجبورم که بر اساس تقدیر خداوند متعال این کارها رو انجام بدم. این از یک طرف. در جنبه دیگر قدریه هستند، اهل قدر هستند که تا حدودی بیانگر مواضع اونها در واقع معتزله بودند، نفی تقدیر رو میکنن. یعنی میگن که هیچ تقدیری نیست و انسان خودش خالق اعمال خودش هست و خودش اعمال خودش را انجام میدهد. از یک طرف اجبار محض هست، جبریه، یعنی انسان مجبور هست، و قدریه میگن نه، اصلا تقدیری وجود ندارد، هر چیز به عهده خود انسان هست. اهل سنت و الجماعت در این زمینه هم میانه و معتدل هستند و معتقد هستند همون گونه‌ای که در قرآن آمده که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. تمامی جوارح انسان، اعضای انسان و اعمالی که انسان با این جوارح انجام میدهد از اینها بازخواست میشود و بازخواست که وقتی که انسان میشود بر اساس اختیاری هست که انسان در واقع داشته و با اختیار خودش اگر نماز بخواند، اعمال خیری رو انجام بدهد، مستحق ثواب هست و با اختیار خودش وقتی که دنبال کارهای خلاف می رود، این انسان باید مجازات بشود. در این زمینه هم می بینیم که اهل سنت و الجماعت در واقع معتدل هستند، نه جنبه افراط را گرفتند و نه جنبه تفریط را. و همچنین درباره حکم بر افراد، مثلا به طور مثال ما وعیدیه داریم وقتی که میگویند که خوارج میگویند که با انجام دادن گناه انسان کافر می شود، یعنی هر کسی گناهی رو انجام داد اینو کافر می نامند. و در جنبه دیگری هست که مرجعی میگویند که العاصی مؤمن کامل الایمان، مؤمن هست کامل الایمان هست. یعنی نقیض هم دیگر هستند. یعنی حکم بر افراد، حکم به ایمان شخص یا حکم به کفر شخص.
خوارج حکم میکنند هر کسی که گناهی انجام بدهد کافر هست و مرجعه میگویند که نه، هر کسی که گناهی انجام بدهد مؤمن و کامل الایمان هست. اهل سنت و الجماعت میانه هستند، میگویند که نه، هر کسی که مسلمان باشد و گناهی انجام بدهد مؤمن فاسق هست، مؤمن هست، اسم ایمان از اون نمیگیرند، نمیگویند کافر هست و هم نمیگویند که کامل الایمان هست، میگن مؤمن فاسق هست. و همچنین در زمینه‌های دیگری در زمینه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم که بعضی در معنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا بهتر بگن درباره بعضی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی افراط میکنند، مانند باطنیه و بعضی از فرقه های شیعه ولی اللهی ها یا حتی بسیاری دیگر از روافض، و اعتقادشون این است که علی خدا بوده، یا برخی از اونها در درجه پایینتر صفات خدایی رو به ائمه خودشان میدهند که در کتابهاشون محرز و مشخص هست. این در یک جنبه هست. و در جنبه دیگر هست مثلا نواصب هستند که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را یا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را به اصطلاح دشمنی دارند با اونها. خوارج با اصحاب رسول الله بعضی از اصحاب را تکفیر کردند، نواصب با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی دارند. اهل سنت و الجماعت میانه و معتدل هستند، نه برخی از افراد را مانند ابوبکر و عمر و عثمان و علی را نه مقام خدایی میدهند، نه مقام نبوت میدهند، نه مقام آسمانی به اونها میدهند و نه معتقد به عصمت اونها هستند. و در جنبه دیگر هم نه اینکه کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را تکفیر میکنند و از دایره اسلام در واقع خارج میدونند. این در واقع ویژگی های اهل سنت و جماعت هست که در لابلای کتاب انشاءالله ما در نکات مشخصی به این مسائل انشاءالله خواهیم پرداخت و عقیده اهل سنت و جماعت را مستند از قرآن و احادیث رسول الله و همچنین گفتار صحابه یا گفتار تابعین و تبع تابعین انشاءالله تمامی این مسائل رو خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. بله، عرض کردم خدمت شما که این کتاب عقیده طحاویه یک کتاب عقیدتی مجمع علیه و مورد اتفاق تمامی اهل سنت و الجماعت هست، تمام مذاهب، ولو اینکه نویسندهش یک عالم و امام حنفی هست، امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمت الله علیه، و شارح این کتاب که ما بیشتر در شرحمون انشاءالله سعی میکنیم از اون استفاده بکنیم امام ابوالعز حنفی هست. اما با وجود این کتاب عقیده تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت هست که من در جلسه اول گفتارهایی را و نقل قولی را من خدمت شما بیان کردم از ائمه و بزرگان تمامی مذاهب اربعه که این کتاب را در واقع تأیید کرده بودند و به صراحت بیان کرده بودند که این عقیده تمام اهل سنت و جماعت هست. انشاءالله در جلسه بعد کتاب عقیده طحاویه رو از ابتدا و آغاز این کتاب انشاءالله شروع خواهیم کرد و مفاهیم این اعتقاد را و شرح این مطالب رو خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. و تا آن زمان تمامی شما بزرگان را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی
و ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد ابن حسن شیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را می‌پرستند می‌پردازد.